الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع السنت. البته یک چیزی میخوام یادآور شوم. در هفته گذشته مطلبی را که بیان نمودیم در ارتباط با خلافت کودکان، مسئله اشتباهاً، یعنی البته اشتباه من از یک کتابی نگاه کردم، اشتباه چاپی نوشته بود سال 302 نوشته بود که سال 302 بود که حکومت یعنی خلافت بنی امیه به پایان رسید و خلافت بنی عباس آغاز شد. ولی بعداً من امروز یک دفعه اون چیزو گوش کردم، همون قسمت یک لحظه دیدم این که اشتباه است. من چجوری اینو گفتم؟ بعداً مراجعه کردم دیدم در اون کتاب اون اشتباه یک اشتباه چاپی بود، ولی به اصل مراجع اصلی مراجعه کردم و اینم البته چیز واضحی بود. اصلا نمیدونم چجوری تو این خطا پیش اومد و این دیگه انسان است. انسان جایز الخطا است، یعنی یک چیزی که بسیار بسیار بدیهی و واضح باشد گاهی انسان در آن به خطا میافتد. من گفتیم زمانی که انا در سال 132 هجری خلافت یا بگوییم پادشاهی بنی امیه به پایان می رسد و خلافت بنی العباس آغاز می شود. خلافت یا بگوییم پادشاهی بنی عباس آغاز می شود که بعد می گرده به عباس عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این معلومه من خواستم این رو اصلاح کنم. امروز مطلبی که میخواهیم بیان کنیم که تقریبا در هفته گذشته به آن رسیدیم و گفتیم به آن میپردازیم انشاءالله. اون هم مبحثی بود در ارتباط به این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده، یعنی اشاره کرده به این که 12 تا خلیفه از قریش امور امت اسلامی را به دست میگیرند و فرمود تا زمانی که این 12 تا امور مسلمانان را به دست بگیرند امور مسلمانان کارش بخیر است. حالا ما این حدیث را لفظ حدیث را بخونیم که در مجموع الفاظی که در آن وارد شده بیان میکنیم. این حدیث هم در صحیح بخاری اومده، هم در صحیح امام مسلم و هم در مسند امام احمد و هم در سنن ابو داود هم این حدیث باز آمده. در سنن ابو داود هم اومده. حالا این حدیث وقتی که ما نگاه میکنیم با الفاظ مختلفی اومده. احساس میکنم اون لفظی که نزد امام بخاری هست لفظی است خیلی تفاوت دارد با الفاظی که در جاهای دیگر اومده. مثلا لفظ امام بخاری به این صورت است. ما اول لفظ امام بخاری را میخونیم. حدیث جابر بن سموره رضای خدا بر او باد فرمود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا. فرمود یعنی جابر بن سموره می فرماید از رسول الله شنیدم صلی الله علیه و سلم که می فرمود 12 تا امیر خواهند بود. یکون 12 امیرا، به اسم امیر اومده. فقال كلمة لم أسمعها،
جابر بن سموره اینقدر دقیق مطلب را بیان میکند، میگه بعداً کلمه گفت متوجه نشدم چی بود اون کلمه. فقال ابی، در الفاظی که در صحیح امام مسلم اومده، میگه از پدرم پرسیدم، راستی اون یه جمله دیگری گفت متوجه نشدم، چی فرمود؟ فقال لی انه قال كلهم من قریش. یعنی جابر از پدرش که سموره باشد میپرسد راستی کلمه دیگری گفت من متوجه نشدم، درست این چی بود؟ فرمود كلهم من قریش. فرمود این 12 تا امیر همشون از طایفه قریش خواهند بود. و از اینجا امام بخاری استدلال نموده به این که باید الائمه من قریش، یعنی پیشوایان همگی از قریش خواهند بود، یعنی همگی از طایفه قریش برانگیخته می شوند و این یکی از شرایط خلافت است. یعنی خلیفه مسلمانان یکی از شروطش نزد جمهور علما این است که باید از قریش باشد، یعنی تا زمانی که قریش بهتر باشند. حالا ما لفظ دیگرش، حالا این در صحیح بخاری اومده، حدیث 7222 و به لفظ امیر اومده، دقت کنید. و در امام مسلم هم این حدیث را روایت می کند در باب، در کتاب الاماره، کتاب امارات یعنی امیر بودن و اینها، در این باب که می فرماید باب الناس تبع لقریش والخلافة في قریش، می فرماید مردم تابع قریش هستند و خلافت در قریش خواهد بود. حالا ما بیاییم الفاظ دیگر این حدیث را باز مرور کنیم. این لفظ که ما گفتیم در صحیح بخاری به این گونه اومده. همین حدیث به الفاظ دیگری در همچنان که گفتم در صحیح مسلم، در مسنن ابو داود و در مسند امام احمد آمده. میفرماید لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا، همواره این دین عزیز است، یعنی غالب و چیره است، دستش بالای همه است. و منیع است یعنی کسی نمیتواند به آن آسیبی برساند، یعنی همواره قوی و قدرتمند است. ولا یزال الناس بخیر، و همواره مردم هم در خیر و نیکی هستند. ینصرون علی من ناوأهم علیه، و هر کسی که با آنان دشمنی کند بر این دین یاری داده می شوند و پیروز می شوند همواره. الی 12 خلیفتن، که در اینجا به لفظ خلیفه آمده. این لفظ در صحیح امام مسلم آمده، نه در لفظ بخاری. امام بخاری فرمود امیر به جای خلیفه. كلهم تجتمع علیه الامه، میگه تمام این خلفا و این امرا، تمام مسلمانان بر آن اتفاق میکنند و جمع میشوند، یعنی کسی مخالفت نمی کند، کسی علیه اینها قد علم نمی کند. یعنی تمام مسلمانان اون عصر تسلیم 100% و سمع و طاعه برای چنین خلافتی و چنین امارتی و چنین حکومتی دارند. و کلهم من قریش، و تمام اینها از قریش خواهند بود. حالا این مجموع این نصوص است. حالا این مطلبی که میگه تجتمع علیه الامه، این دیگه هیچ ارتباطی ندارد به این چیزی که رافضیان میخوان به آن را دستاویز قرار دهند. چون اولا اون چیزی که روافض میگوین میگن امام است، امام هم از جانب خدا تعیین شده، اینا از جانب خدا تعیین نشدن، اینها خلیفه هستند. تفاوت خلیفه و امام یعنی با طرز تفکر شیعه، طرز تفکر اهل سنت، امام به هر کسی گفته می شود
امامت در دین داشته باشد به عنوان اینکه عالم دینی باشد، مجتهد باشد در دین که بشود دیگران از او پیروی کنند و حرف او را بشنوند و فقیه باشد، مفسر باشد، محدث باشد، مجتهد باشد. حالا یا مجتهد مطلق در تمام علوم اسلامی مجتهد باشد یا مجتهد باشد در یکی از علوم اسلامی و در اون علم او امام باشد، یعنی حق امامت داشته باشد. این یکی معنی امامت از نظر اهل سنت. و یک امامت دیگر به عنوان حاکم مسلمانان، اون کسی که حاکم مسلمانان می شود و امور مسلمانان را به دست می گیرد، این هم میشه امام. اما امام از نظر شیعه امام کسی است که یک پیامبری است، چون را میگوین معصوم است، تمام حرفایی که میزند مثل کلام خدا و رسول است. این حرف باطل است و چنین چیزی باطل است و این تنها ویژگی است برای انبیا و بعد از انبیا دیگه هیچ کسی چنین ویژگی ندارد. تمام انسان ها کلا بدون استثناء دچار خطا می شوند، دچار اشتباه می شوند، اجتهادات خطا دارند. یعنی ما یک نفر نداریم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که تمام اجتهاداتش قبول باشد. هیچ کسی نداریم در طول تاریخ و در عرض تاریخ، در طول و عرض تاریخ چنین چیزی نداریم، هیچ چنین چیزی وجود ندارد. در نتیجه ما به خاطر همین این چیزی که روافض بخواهند آن را دستاویزی برای این باطل خودون قرار بدن، این هیچ ارتباطی به اونا ندارد. چون اولا این فرموده کسانی هستند که خلیفه می شوند یا امیر مسلمانان می شوند، یعنی تمام مسلمانان بر امارت آنها و بر امارت آنها اتفاق نظر دارند. ولی در اینجا مثلا اونهایی که اینها ادعا می کنند تنها کسی که مسلمانان بر آنها جمع شد امام علی بن ابی طالب بود و امام حسن هم اون هم نه به صورت کامل، چون تعداد بسیار زیادی از مسلمانان که جانب امام معاویه بودن هنوز به او بیعت ندادن. در نتیجه اگر ما اینم را حساب کنیم درسته اون خلیفه بود، یعنی ولی این تجتمع علیه الامه نبود، یعنی امت بر آن جمع نشدن همگی. حتی شاید بگویم بعد از صلح امام حسن مردم بر امام معاویه جمع شدند. حالا اگر ما بگوییم خلیفه را معنی کنیم که دیگه امام معاویه شاملش نمی شود، چون امام معاویه به صورت از طریق شور و مشورت روی کار نیومده، از طریق انتخاب مسلمانان روی کار نیومده. از این لحاظ اون هم میتونیم خارج کنیم بنا بر قول امام ابن کثیر که میفرماید امام معاویه در آن وارد نمیشه و حتی امام حسن هم از این لحاظ وارد نمیشه، هرچند امام ابن کثیر انگار امام حسن را در آن قرار داده چون گفته اون خلیفه هست. یعنی در اونجا به یک چیز دقت کرده امام ابن کثیر، میگه در اونجا اگر ما یعنی اون لفظی که لفظ خلیفه هست در نظر بگیریم، امام حسن خلیفه بود چون مسلمانان او را تعیین کردند. اما ما اگر به گونه دیگر به این قضیه نگاه کنیم، اون کسی که همه بر آن اتفاق کنند، در اینجا امام حسن هم همه بر او اتفاق نداشتند و اگر امام معاویه بگوییم همه حالا بعد از صلح امام حسن همه بر او اتفاق داشتند، یک مشکل دیگری پیدا میشه که به صورت انتخابات و اختیار مسلمانان و استشاره روی کار نیامد. در نتیجه هر دو اشکالاتی بر آن وارد می شود. حالا ما بیاییم این 4 تای اولی که بدون شک همه مسلمانان بر آن اتفاق داشتند و در میان امرا و پیشوایان بنی امیه تعداد دیگری بودند، تمام مسلمانان بر آنها اتفاق کردند. حالا اگر ما خلیفه بگیریم اونا خلیفه نیستند. اگر همون لفظی که امام بخاری فرمود امیر بگیریم، بله امیر بودن همشون، همه اونها امیر بودند. امرای بنی امیه همه مسلمانان بر آنها تعدادی از آنها
همه مسلمانان بر آنها اتفاق داشتند و تعدادی از آنها. حالا ما میایم این تعداد را بیان میکنیم. خود هنگامی که یزید فرزند معاویه که وفات میکند، اختلاف بر میان مسلمانان ایجاد می شود در میان چه کسی را انتخاب کنند، که همه جمع شدن بر عبدالملک بن مروان. عبدالملک بن مروان را به عنوان امیر مسلمانان یا پادشاه مسلمانان و حاکم مسلمانان انتخاب کردند. من لفظ خلیفه را بکار نمیبرم به خاطر اینکه یعنی با قدرت روی کار اومدن و هرچند اگر بگوییم بر او جمع شدن دیگه همه به او بیعت دادن، از این لحاظ دیگه حکمش شرعیت و مشروعیت را پیدا می کند. عبدالملک بن مروان البته اون هم بعد از شهادت عبدالله بن زبیر. حالا بگیم عبدالله بن زبیر در اونجا همه مسلمانان بر اون جمع نشدند، همه به او بیعت ندادند، تنها اهل مکه به عبدالله بن زبیر هم بیعت داده بودند. به همین خاطر اون هم نمیتونیم در میان اون 12 خلیفه یا اون 12 تا امیر به حساب بیاوریم. و بعد از عبدالملک بن مروان همه مسلمانان جمع شدن بر 4 فرزندش، یعنی 4 تا از فرزندانش: ولید فرزند عبدالملک، سلیمان فرزند عبدالملک، یزید فرزند عبدالملک، هشام فرزند عبدالملک. یعنی این 4 تا با خود عبدالملک، این 5 تا. و در میان البته بعد از سلیمان بن عبدالملک بعد از خودش فرزند برادری خودش را انتخاب نکرد، بلکه عمر بن عبدالعزیز را قرار داد که عمر بن عبدالعزیز از اولاد عبدالملک بن مروان نبود. در اینجا عمر بن عبدالعزیز را انتخاب می کند که در این وسط قرار می گیرد. این همه مسلمانان بر او اتفاق داشتند. عمر بن عبدالعزیز و بعدا دیگه یزید هم بعد از اون آمد. يعني عمر بن عبد العزيز بعد سليمان بن عبد الملك وبعد عمر بن عبد العزيز یزید بن عبد الملك آمدن. همه اینها مسلمانان بر آنها اتفاق داشتند. اما حالا اینا ما بگوییم این خود عبدالملک و 4 فرزندش به اضافه عمر بن عبدالعزیز، این 5 تا، این 6 تا، اون 6 تا و 4 تا خلفای راشدین، این هم 10 تا. حالا چند تای دیگری باز در میان بنی عباس افراد خوبی مثل هارون الرشید، که هارون الرشید در وقتی که میفرمود ابری را بر آسمان که مشاهده میکرد، میفرمود هر کجا میخوای برو، ثمرات تو و نتیجه تو به بیت المال ما برمیگردد. یعنی به هر تمام کره زمین، مسلمانان در تمام کره زمین زیر سیطره حکم هارون الرشید بودند. در نتیجه در میان بنی عباس هم، حالا ما اگر این هم 11 را حساب کنیم، میمونه 12 آخرینش که میشود امام محمد مهدی. البته نه اون ترسویی که در سامرا خودشو قایم کرده، اون ترسو کاری به اون نداریم و اصلا اون وجود ندارد. اگرم باشد بسیار ترسو بی ارزش است، به درد هیچ کسی نمیخورد، نه به درد خودش خورده نه به درد دیگرانم میخورد. اون چیزی که اصلی باشد از فرزندان، از نوای رسول خدا صلی الله علیه و سلم و از نوادگان امام علی و از فرزندان فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از خاندان امام حسن یا امام حسین، یک فردی در آینده می آید، اون هم از قریش است و حکم مسلمانان را، امور مسلمانان را به دست می گیرد و تمام. در نتیجه یکی این حدیث هم که بیان می کنیم، یکی از اون احادیثی است که اثبات می کند
یعنی اون چیزی که رسول خدا فرموده صلی الله علیه و سلم تحقق پیدا کرده و فرموده تا زمانی که این 12 تا امیر، اگر ما امیر را گرفتیم اینها را حساب میکنیم، این بنی امیه و بنی عباس را به حساب می آوریم، اینها را جز اون مجموعه حساب میکنیم. اگر خلیفه را حساب کردیم که رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم الخلافت بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من تنها 30 سال است و بعد از این 30 سال ملک عضوض می آید که قبلا بیان کردیم، یعنی پادشاهی می آید که عضوض است. عضوض یعنی گاز می گیرد، یعنی از اون به اون ظلمی می کند و به اون دیگری ظلمی می کند. و بعد از اون فرمود ملک جبری می آید، پادشاهی ظالمانه و ستمکارانه می آید که کاملا دیگه هیچ اصول و ضوابطی ندارد. اون بعد از خلافت راشده ملک عضوض بود که از گاهگاهی از ظلمهای کمتری داشت، اما ملک جبری ملک بسیار ظالمانه است و به همه ظلم می کند. اون یکی دیگر اگر ما این حدیث را در نظر بگیریم میگیم باید منتظر باشیم. این چیزی که فرموده خلافت بعد از من 30 سال است، پس 4 خلیفه راشده در آن وارد می شوند و امام حسن هم در آن وارد می شود که میشه 30 سال کامل. با 6 ماه خلافت امام حسن 6 ماه کامل می شود، 30 سال کامل می شود و باید منتظر باشیم که حتی اگر ما بیاییم امام عمر بن عبدالعزیز را، چون واقعا سیره او مثل سیره عمر بن خطاب بوده از لحاظ حکمرانی، اونم را در آن قرار بدهیم، اما از این لحاظ که او خلیفه نبوده نمیتونیم قرارش بدهیم. از این لحاظ اگر ما خلیفه را در نظر بگیریم، اگر همون حدیث امام بخاری که گفته امیر باشد که قطعا او در آن وارد می شود و تعدادی از اون خلفای بنی امیه که بیان کردیم و تعدادی هم از خلفای از امرای بنی عباس و عباسی ها در آن وارد می شوند. در نتیجه با این توضیحات، یعنی این احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان می کند و خبر می دهد که در آینده آنچنان خواهد شد و این گونه خواهد بود، این دلیل واضحی است بر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با تکیه بر وحی اون مطالبی را که بیان فرموده و در نتیجه احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم همگی متکی به وحی هستند. اون چیزهایی که از آینده خبر میدهد و مطالبی را بیان می کند که انسان با اجتهاد نمیتواند به آن برسد، همه اینها از طریق وحی است. و اون چیزهایی که از طریق با اجتهاد خودش فرموده و بعداً وحی از آن ساکت شده، اون هم میشه وحی مثل بقیه. در اینجا با هم میان برنامه نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. زرق زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد،
ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آدود باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بگذشتم من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. مطلب دیگری که میخوام به آن اشاره کنم از باب فتن و ملاحم مربوط می شود به حدیثی که امام بخاری و امام مسلم با سند خود این حدیث را روایت می کنند از طریق امام ابو هریره که رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم لا تقوم الساعة، یعنی این هم به عنوان یکی از علائم و نشانه های آخرت که فرمود لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز، یعنی قیامت برپا نمی شود تا زمانی که آتشی از سرزمین حجاز خارج شود. آتشی خارج شود. می تواند این
اشاره می کند با یک آتش فشان. آتش فشانی که امروز برای ما یک امر معمولی شده و تقریبا در بسیاری از جاها این آتش فشان وجود دارد و خیلی از مردم این را میدانند و دیدند. ولی اون موقع شاید برای عرب این چیز بالاخره ندیده باشند. میفرماید قیامت برپا نمی شود تا زمانی که آتشی و آتش فشانی از سرزمین حجاز ظهور کند و ظاهر شود، شعله‌ور شود. تضیء اعناق الابل ببصرى، یعنی اون آتش فشان اون قدر بالا می رود و زبانه می کشد که میگه گردن شتران را در سرزمین بصره روشن می کند، یعنی روشناییش به سرزمین شام می رسد که بصره شهری است معروف از سرزمین شام که فاصله سرزمین بصره تا دمشق 3 مرحله است که الان به آن گفته می شود مدینه شهر حوران. اما فاصله آن تا شهر مکه مکرمه تقریبا 1 ماه فاصله است که انسان با شتر اون مسیر را طی کند یا با پیاده. حالا این مطلب امام قرطبی در کتاب التذکره خودش که کتابی است بسیار با ارزش در ارتباط با امور آخرت، التذکره باحوال الموت و امور الاخره، که ارتباط دارد به امور آخرت و به احوال مردگان. می‌فرماید در سرزمین حجاز آتش فشانی در واقع شعله‌ور شد که در آغاز یک زلزله بزرگی اتفاق افتاد در شب 4شنبه بعد از عشا در 3 جمادی الثانی، 3 جمادای دوم در سال 654 هجری، 654 هجری. و این آتش فشان و این حالت ادامه داشت تا چاشتگاه روز جمعه. یعنی از شب 4شنبه که آغاز می شود، روز 4شنبه و شب 5شنبه و روز 5شنبه تا روز جمعه ادامه دارد. بعداً می فرماید این آرام گرفت و ظهرت النار بقریظة بطرف الحرة، و آتشی ظاهر شد در قریظه، یعنی منطقه قریظه در کنار حره که یک منطقه است در اونجا. که این آتش میگه فی صورت البلد العظیم، یعنی انگار یک شهر بزرگی است. این گونه ظاهر شد، یعنی نگاه میکردید احساس میکردی یک شهر بسیار بزرگی است. علیها سور محیط، یعنی اون آتش انگار یک حصاری اطراف آن را گرفته بود و از مجموع آن چیزی خارج می شد انگار یک رود است، یک رودخانه است. اون هم به رنگ قرمز هم به رنگ آبی و کبود.
و صدایی داشت مانند صدای رعد و برق. میگه سنگها را و صخره‌ها را جلوی خود میگرفت و تا سرزمین عراقی میرسید، یعنی تا اون یعنی انگار این گداخته های آن میرفت مثل سیل، مثل رودخانه جاری میشد که ما این دیگه برای ما یک امر مشهود و یک امر طبیعی است که ما اینو دیده ایم. و میگه در اون روز این مسئله ادامه داشت تا یعنی اینقدر این گداخته زیاد شد مانند یک کوه بزرگ از گداخته این آتش فشان جمع شد و این آتش دیگه تا نزدیک مدینه رسید، نزدیک مدینه. و میگه از آن یک نسیم، باد نسیم سردی آمد و دیدید که این آتش دارد می جوشد، حالت جوش به آن دست میزد مانند جوش دریا. و امام قرطبی میگوید بعضی از دوستان ما و من گفت رأیتوها صاعدة فی الهواء من نحو 5 ایام. میگه من آن را دیدم که به سمت آسمان زبانه میکشید تا 5 روز. و من شنیدم که این آتش حتی در مکه دیده شده و از کوههای شهر بصره دیده شده. و امام نووی میفرماید تواتر العلم بخروج هذه النار عند جمیع اهل الشام. میگه علم داشتن به زبان کشیدن این آتش فشان به صورت تواتر از تمام اهل شام ثابت شده. امام نووی خودش اهل شام است. و ابو شامه در کتاب ذول الروضتین میگوید در اوائل شعبان سال 54 یعنی سال منظورش ما قبلا گفتیم 654 در ابتدا ما گفتیم این در سال 654 بوده. 654 میگه در اوائل شعبان سال 54 یعنی بعد از اون کتاب‌های از مدینه شریفه یعنی از سال 654 میگوید از کتاب‌های از مدینه منوره یا مدینه شریفه وارد شده که شرح عظیمی در مورد این حادثه بیان میکند و کاملا تصدیق آن چیزی را میکند که در صحیح بخاری و مسلم وارد شده. و میفرماید اخبرني بعض من اثق به ممن شاهدها انه بلغه انه كتب بتیماء على ضوئها الكتب. میگه و به من خبر رسیده کسانی که به آنها من اعتماد دارم، مورد اعتماد من هستم، اون کسانی که آن را دیده اند خبر داده که در آنجا در تیما در زیر روشنایی آن آتش فشان مشغول نوشتن کتاب بودند. یعنی از آن استفاده کردن که اون منطقه را کاملا روشن کرده و در زیر روشنایی آن شروع کردن به نوشتن. و این هم امام ابن حجر عسقلانی این مطالب را بیان نمود از در کتاب فتح الباری جلد 20 صفحه 128. و دقیقا همین مطلب را امام ابن کثیر در کتاب النهایه فی الفتن والملاحم بیان می کند. و اینها یعنی یکی از بحث ما به خاطر این بود که این قضیه روشن شود
که این قضیه برای ما یعنی روشن شود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این مطالبی که بیان می‌فرماید از طریق وحی به او خبر داده می شود. اینها از غیبیات هستند. اینها از خبر دادن از آینده و مستقبل است و کسی علم غیب را ندارد. خداوند متعال فرموده قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا الله وما يشعرون ایان یبعثون. بگو تمام آنچه و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند هیچ کدوم غیب نمیدانند، علم غیب ندارند جز الله. و ما یشعرون ایان یبعثون، و اصلا نمیدانند چه زمانی زنده میشوند. یعنی حتی مربوط به خودشون نمیدونند چه زمانی خودشون زنده میشوند و اصلا نمیدونند چه زمانی میمیرند و چه زمانی زنده میشوند. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی نمیداند فردا چه کار میکند و چه چیزی برایش پیش میآید. و ما تدری نفس بأی ارض تموت. و هیچ کسی نمیداند که در کجا میمیرد، یعنی در چه سرزمینی میمیرد، مگر کسی از طریق وحی به او خبر داده شود یا اینکه از طریق الهام خدا به یکی از دوستان خودش الهام کند و خبری را به او برساند و چیزی از او را آگاه کند از چیزی. حالا برای انبیا میشه معجزه، برای غیر انبیا می شود کرامت. و دقیقا همین مطالبی که من بیان کردم امام ابن کثیر هم بیان نموده، فقط مطالب قشنگی بیان کرده و اون مطلب به نظرم قشنگ است که روشن کنیم. امام ابن کثیر نقل می کند از شیخ شهاب الدین ابو شامه. میگه شیخ شهاب الدین ابو شامه شیخ محدثین بود در زمان خودش و استاذ مؤرخین بود در زمان خودش، یعنی هم محدث است هم مؤرخ است. او در سال 654 در روز جمعه 5 جمادای دوم، همین که قبلا در اونجا همین جوری بود، میگه آتشی در سرزمین مدینه نبوی ظاهر شد و آتش فشانی شعله‌ور شد. در بعضی از اون دره ها میگه به طول 4 فرسخ و عرض 4 میل. آخر هر فرسخی 3 مایل است. هر مایلی 1800 متر است. 1800 متر یعنی چی؟ یعنی 200 متر کمتر است از 2 کیلومتر. پس میگه 4 فرسخ باید ما 4 را ضرب در 3 بکنیم. 4 3 تا میشه 12 تا، یعنی 12 مایل حدوداً 10 کیلومتر میشه. یعنی به طول 10 کیلومتر اون گداخته حرکت کرده و در عرض 4 مایل. یعنی چی؟ هر مایلی گفتیم کمتر از 2 کیلومتر. حالا 4 دوتا میشه 8 تا. حالا ما از این 8 تا 8 تا 16 تا، یعنی 1 کیلومتر و 600، 1 کیلومتر نیم ازش کم کنیم، از این 8 میشه چی؟ حدوداً 6 کیلومتر و نیم. یعنی 6 کیلومتر و نیم عرضش بوده، یعنی اون گداخته در واقع حرکت کرده و به حدوداً 10 کیلومتر هم طول داشته و بگوییم حالا 5-6 کیلومتر هم عرضش بوده. خیلی عجیب بوده.
که این خیلی واضح است. میفرماید حتی یبقى مثل الآنکی، یعنی دقیقا انگار فکر میکردی صلب است. واقعا صلب است، مثل صلب گداخته شده، یعنی صلب مذاب گداخته شده. سپس مانند میگه تبدیل میشد به یک زغال سیاه. میگه روشناییش به حدی روشن بود که مردم در شب در زیر آن حرکت میکردند تا تیما، منطقه تیما، و این 1 ماه طول کشیده. میگه و این هم اهل مدینه آن را بیان نموده اند و عملوا فیها اشعارا، و در ارتباط با آن شعرهایی گفتند. و میگه امام ابن کثیر، ما این اشعار را قبلا بیان کردیم در کتاب البدایه و النهایه یا در دلائل النبوه، در دلائل النبوه بیان کردیم. و بعدا امام ابن کثیر میفرماید قاضی القضاة صدر الدین علی بن قاسم حنفی که قاضی آنان حنفی ها بود در دمشق، از پدر خودش شیخ صفی الدین که مدرس حنفی بود در شهر بصره به من خبر داد انه اخبره واحد من الاعراب، که گفت 1 نفر از اعراب به من خبر داده صبیحه تلک اللیله، دقیقا صبح آن شب، یعنی اون شب که گفتیم شب چهارشنبه بود صبحش، ممن کان بحاضرة بلد بصره، که او در اطراف شهر بصره بوده، انهم شاهدوا اعناق الابل فی ضوء هذه النهار، که آنان تونستند گردن شتران را در زیر روشنایی این آتش مشاهده کنند. التي ظهرت من ارض الحجاز، اون آتش فشانی که شعله‌ور شد در سرزمین حجاز. این خیلی جالب بود، یعنی امام ابن کثیر مطالب بیشتری داره، چون اون خودش اهل دمشق است و از اهل دمشق وقتی که، یعنی خودش اهل شام است، اینجوری بگیم بهتر است، اهل شام است و از اهل شام شنیده امام ابن کثیر. چون امام ابن کثیر در سال متوفای سال 774 بوده، یعنی این اتفاق هم که افتاده در سال 654 بوده، یعنی حدوداً 54 تا 754، یعنی میشه حدوداً 100 و چند سالی میشه، 120 سالی میشه، دقیقاً 120 سال، یعنی 120 سال این حادثه اتفاق افتاده بعد از وفات امام ابن کثیر. حالا امام ابن کثیر هم اگر بگوییم یعنی حالا این 120 سال که 60-70 سالش که عمرش بوده، حالا کمتر حساب کنیم، حدوداً 150 سال، نه تقریباً 60-70 سال قبل از تولد امام ابن کثیر اتفاق افتاده. به نظرم تا اینجا کافیست و به این مقدار اکتفا میکنیم و انشاءالله برای جلسات دیگر مطالب بیشتری بیان میکنیم و این مسائل احساس میکنم خیلی مهم هستند و خیلی ضروری است که مسلمانان متوجه شوند و برایشون روشن شود جایگاه سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که چگونه است. وقتی که چیزی را بیان می کند با تکیه بر وحی بیان می کند و این کسانی که مثلا می آیند سنت پیامبر را صلی الله علیه و سلم زیر سوال می برند و به آن اهمیت قائل نیستند و توجهی به آن نمی کنند و می گویند مثلا تنها قرآن کافی است، اینها در واقع سخت در اشتباه هستند، بلکه سخت در گمراهی هستند، یعنی دچار گمراهی شده اند. در واقع باید این افراد به راه راست برگردند و به راه درست برگردند. و اتفاقا مطلب خیلی بسیار قشنگی که من از کاغ احمد مفتی زاده خوندم، مطلب بسیار زیبا و قشنگ بود در ارتباط با تغییر قبله، که اون هم میفرماید این تحویل قبله
از بیت المقدس به مدینه، عفوا به مکه مکرمه، یک دلیل واضح و روشنی است که سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی است. زیرا اون چیزی که دستور داده شده باشد که مردم به سمت بیت المقدس روی بیاورند در سنت بیان نشده، ولی این در قرآن بیان نشده و قطعا این چیز در سنت پیامبر بیان شده صلی الله علیه وسلم. یعنی پیامبر با عملش و با گفتار خود به مسلمانان گفته شما به سمت بیت المقدس نماز بخوانید و نماز را اونجا به سمت بیت المقدس میخوانده. در نتیجه بعد از این که از مکه هجرت میکند به مدینه که آرزو دارد بتواند که یعنی قبلش باز یعنی مسجد الحرام باشد و بتواند به سمت مسجد الحرام نماز بخواند، اونجاست بعد از 16 ماه دستور یعنی میآید از جانب خداوند متعال که میتوانید به سمت مسجد الحرام نماز را بخوانید و بلکه باید به سمت مسجد الحرام. فولوا وجوهکم شطره، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، روی خودت را به سمت مسجد الحرام روی بیاور. حالا میفرماید این مطلب دلیل واضح و روشنی است که روی کردن به بیت المقدس در قرآن وجود ندارد، این کاملا درسته، بلکه در سنت وجود داشته و مسلمانان به آنجا نماز خوندن. حالا در اینجا که خدا از طریق وحی بیان می کند که به سمت مسجد الحرام نماز بخوانید، میگه این تحویل قبله برای این است تا روشن شود چه کسی پیرو پیامبر است و چه کسی پیروی او نیست. حالا اون کسی که پیرو پیامبر می شود پیروی از وحی می کند و اون کسی که پیرو او نمی شود و برایش خیلی سنگین است اون دیگه پیروی از هوای نفسش می کند. پس واجب است در هر شرایط پیروی از پیامبر کند صلی الله علیه و سلم. در اینجا وقتی ما به پایان رسیده است، همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.